اعضای خانواده شاه، نمایندگان روحانیت و مقامات دیگر بلندپایه عربستان سعودی شب چهارشنبه به پنجشنبه در مکه جمع آمدند تا به ولیعهد یا جانشین نوی شاه این کشور صداقت خود را بیان کنند. محمد بن سلمان پسر شاه عربستان سعودی 2 روز قبل این مقام را صاحب شد. سلمان بن عبدالعزیز شاه عربستان سعودی غیر منتظره جیانش محمد بن نایف را از مقام ولیعهد گرفته به جای او پسرش را تعیین کرد. محمد بن نایف وزیر امور داخلی سعودی است و سالها باز عملیات ضد القاعده و گروه دهشت افکنی دولت اسلامی را رهبری دارد. نیمه شب چهارشنبه به پنجشنبه محمد بن سلمان به قبول صداقت تابعیان آیندهش شروع کرد. محمد بن سلمان را یکی از چهره‌های شناخته و در عین زمان بسیار خطرناک در عربستان سعودی می‌دانند. او را از تشبسکاران اساسی عملیات نظامی در یمن می‌شناسند که در حال حاضر نیروهای عربستان سعودی از حکومت مرکزی آن کشور علیه شیعه‌های حوثی حمایت می‌کند. محمد بن سلمان را این چنین مایه اساسی مخالفت بعضی از کشورهای مسلمانی با قطر و ایران رقیب اساسی سعودی ها در خاورمیانه معرفی می کنند. سیاستشناسان غربی بیشتر از آن نگرانند که تعیین محمد سلمان به مقام ولیعهد می تواند سیاست حکومت عربستان سعودی را در مقایسه با سالهای گذشته غیر قابل پیش بینی گرداند.